گفتی ولی حالا چرا؟ دستو باز کن، هی مثلا از تو شام برو تو اون سری که وسیله شکارت کوچولو نمونه. انواع مختلف هم داره موسری. الان اون که زدم ما این فرم موسری که هم تو چهارمزه انواعش زدیم تو چهارمزه و شهناز مخصوص همه مختصر. حالا مثلا دوباره یه تیک از شریف فرودن نمیام، شریف اینجا فرود اومد ولی ما فرود نمیایم چون نمیخوایم برگردیم دیگه. خب یواش یواش میریم تو قرچه آوازیش. مثل خود در آمده شور قرچش، در آمدی که مال خود دشتیه بود. اینجا شور سالی حالا همون حالته که بزنی میشه قرچه اون دشتی روها در آمد شور میزنم ولی قرچه حساب میشه. نه باید زرنگ باشه نوازنده. بعد یه شعر رو خودت زمزمه کن. شعر که زمزمه کنی تو ذهن ملودیش متفاوت میشه. اگه اینو زدیم بعد فرودش حالا میزنم مثلا میگم که توان، مثلا من یه شعر خودم میسازم بعد خودش آواز تولید میکنه، قدرت نوازندگی رو میبره بالا. توانگران که به جنبه سرای دریشن ضرورت است اگر خسته و اگر ریشن. مثلا اومدم شعر بگم این ملودی جدید تولید شد. بازی کردیم قرچه زدیم، حالا میریم رو رضوی. رضوی مثل کرشمه‌ایه که یه جای دیگه میافته. ببین رو نوت دو پایه رضویه. همین میشه رضوی. میگیم لای 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 لا 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 لا. همین میشه رضوی. حالا دیگه بازی میشه بقیهش، کرش به روش میزنیم. تحریرهایی به نام جواد خانی قبلا تو شور یه روزی با هم زده. دارا تا 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 دارا تا 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 تا. همه تو دوتا نوت مختلف.
حالا انتر جواب کنه یه اشاره به حسین هم کرد. حالا میریم رو حسین. حسین حجازیه که روی نوت باشه. این حالت هم رو هر جایی بزنی اسمش بسته نگاره. میتونی رو رضوی بزنی، میتونی رو قرچه. دای دا دای دا دای دا دای. هی تکرار میشه. ببین من با بسته نگار میارم رو رضوی، بعد میارم رو قرچه، میارم رو شاخ، فرودم و با بسته نگار دارم. مثال هی میام و قرچه رو شاخ راجه دوباره برگشتیم به جایی که از شروع کرده. یه 4 بزار رو تهش میتونیم یه رنگ 4 بزار خیلی ساده. یه نوت هم دوباره توی این ذریه میزنم میرم این راجه. ببین این مثلا این درآمد بود. خودت میتونی هر چیزی رو بس بدی تو تمامشا. مثلا الان جامعه دارم میرم راجع. حالا میرم تو شا. میخواه باید میرم تو قرچه. رضوی حسین شو آخر دوباره دشت خاصی سعی کردم دیگه.